با سلام به بینندگان وفادار رادیو آزادی سرخط رویدادهاست تقدیمتان چون همیشه در همین وقت. امروز 8 می از آن میگویم که برای تشخیص بعضی بیماری‌ها در تاجیکستان منبت روزنامه میپرسند. 2 نفر رو برای کفرگویی و توهین به دین اسلام به دار آویختند. در دوشنبه اولین گروه مهاجران پیش از سفر به روسیه امتحان زباندانی را سپاریدند. حکومت بناهای پیشین پیرزاده را در دنغره به فروش گذاشت. خبرهای دیگر نیز هست. وزارت تندرستی تاجیکستان برای تشخیص یک قطار بیماری‌ها منبت شناسنامه طلب می‌کند. به گفته وزارت حرف سر نفرانی می‌رود که برای معین کردن بیماری ویروس نورسایی مسئولیت بدن یا ویچ، آتشک، همه نمود هپاتیت و کبد سلفا به آزمایشگاه‌های ملی مراجعت می‌کنند. هنگام تشخیص شناسنامه و شهادتنامه تولد کودک حتمی خواهد بود. وزارت تاکید می‌کند که چنین تصمیم برای پیشگیری از پنه‌شوی این بیماری‌های خطرناک گرفته شده است. رهبران 4 کشور آسیای مرکزی با سفر دولتی به چین خواهند رفت. برنامه سفر آنها دسترس نیست. سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین روز 8 می تنها همین را گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان و همتایانش از قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان با دعوت سی جین پین در پکین جمع می شوند. به قول او سفر آنها از 16 تا 20 می امسال ادامه خواهد کرد. رئیس جمهوری چین ماه مارت در پیامی به مناسبت جشن نوروز سران کشورهای آسیای مرکزی را به سفر دولتی به پکین برای دیدار و اشتراک در نشست چین و آسیای مرکزی دعوت کرد. در نامه شادباشی گفته شده بود که در نشست طرح بزرگ را بررسی می‌کند. چین سالهای اخیر به یکی از شریکان و سرمایه‌گذاران اساسی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تبدیل شده است. بخش اساسی قرض خارجی تاجیکستان هم از همین کشور است، چیزی که مایه تشویش فعالان و منتقدان شده است. دادگاه شهر دوشنبه احدی سعیدخان یک ساکن شهر را با گناه قتل و راهزنی به 23 سال زندان محکوم کرده است. در بیانیه دادگاه از 6 می آمده است که احدی سعیدخان ماه فوریه امسال با هدف آشنایی با دختران تنفروش به یکی از راهروهای زیر زمینی دوشنبه رفته آنجا با بختیار صمد 30 ساله از نوع رودکی دعوا کرده است. به گفته دادگاه احدی سعیدخان بعد این دعوا نقشه قتل بختیار صمد را میکشد. محکوم شده او را روز 6 فوریه از روی فریب به کنار رودخانه دوشنبه برده 2 دفعه سرش را بستون بتونی میکوبد و چند دفعه دیگر با سنگ به سرش زده میکشد. دادگاه گفته است که مفتشان جنایت‌های احدی سعیدخان را ثابت کردند و برای همین او برای قتل و راهزنی به 23 سال زندان محکوم شد. نظر خود گمانبر و محکوم شده یا وکیل دفاع او معلوم نیست. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. در ایران 2 نفر را که به بدعت و یا کفرگویی گناهکار دانسته شدند به دار آویختند. وبسایت خبری میزان که منبع وزارت عدلیه ایران است روز 8 می خبر داد که یوسف مهرداد و صدرالله فاضل زوری را برای تهوین به دین اسلام، پیغمبر آن و دیگر مقدسات دینی قتل کردند. زمان اجرای حکم را نگفتند. به نوشته میزان این 2 نفر 10 گروه‌هایی را در اینترنت مدیریت می‌کردند که در آنها نسبت به اسلام و مقدسات آن نفرت برمیانگیختند و مردم را به بیدینی تشویق میکردند. کارشناسان سازمان ملل بارها از حکومت ایران کشوری عمدتاً شیعه نشین خواستند که تعقیب و آزار اقلیت‌های دینی، اتئیستان و هم آنهایی را بس کند که به دین مسیحی گرویدند. در دوشنبه برای نخستین بار از گروه مهاجرانی که قصد سفر به روسیه را دارند امتحان زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری آن کشور گرفته شد. در این باره وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان خبر داده است. در اطلاع آمده است که مهاجران تاجیک رایگان امتحان سپرده صاحب شهادتنامه به مهلت 5 سال شدند. امتحان سپاری در دایره سازشنامه صورت گرفت که ماه دکبر سال 2022 با مرکز سنجش زبان‌های دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ به امضا رسید. طبق قانون‌های روسیه مهاجران برای دریافت حق کار و زندگی در این کشور از سال 2015 به طور حتمی از زبان و تاریخ امتحان می‌سپارند. مقامات تاجیک میگویند همکنون خواهشمندان می‌توانند شهادتنامه زباندانی را توسط مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی در شهر دوشنبه صاحب شوند.
кумитаи давлатии сармоягузории тоҷикистон 7 бинои ноушунаи сохтмонашро тамомро дар ноҳияи Данғара ба музояда гузошт. Бар асоси эълони расмии музояда имрӯз дар назар буда нархи ибтидоии биноҳо тақрибан 119 миллион сомонӣ таъин шудааст. масоҳати хонаҳо ҳудуди 29 000 метри мураббаъро ташкил дода дар бештар аз 2 гектар замин ҷойгиранд. ба ҳисоби миёна арзиши ҳар метри мураббаъ дар ин биноҳои сохтмонашон нотамом 4150 сомонӣ аст. ин баландошонаҳоро ширкати вобаста ба Тоҷдин Пирзода, мудири пешини Тоҷиксодиротбонк дар ноҳияи Данғара сохтааст. бонки мазкур чанд соли пеш муфлис эълон шуд. пештар кумитаи давлатии сармоягузорӣ гуфта буд, ки дафтари асосии Тоҷиксодиротбонк дар душанбе ба маблағи беш аз 125 миллион сомонӣ ва меҳмонхонаи Тоҷикистон ба маблағи зиёда аз 225 миллион сомонӣ ҳанӯз харидор наёфтанд. дӯстони меҳрубон, ҳоло бо шумо мебинем, ки Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз 8 май қурби асъори хориҷиро чӣ гуна таъин кардааст. дар вебсайти бонк нархи 1000 рубли русӣ расо 141 сомонӣ нишон дода шудааст. арзиши $1 10 сомониву 91 дирам ва €1 12 сомониву 2 дирам будааст. қимати пулҳои хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон аз қурби расмӣ метавонад андаке боло ё поин бошад. бинандагони азиз, мулоқоти баъди мову шумо 4 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ хоҳад буд. то он дам бароятон рӯзи бобарор мехоҳам.